سلام و درود. امروز اومدیم برای پودمان یک برنامه کتاب پیاده سازی سیستم‌های اطلاعاتی و طراحی وب پودمان یک به نام خدا شروع میکنیم. درباره چی هستش؟ کار با نرم افزار و صفحه گسترده که برنامه اکسل. امروز درباره برنامه اکسل توضیح داده که برای حوزه های امور مالی، حسابداری، آماری ریاضی و بانک ها استفاده میشه. برنامه اکسل، یه توضیح ریزی در مورد برنامه اکسل بدم. برنامه اکسل زیر مجموعه برنامه آفیس که اکسل جزو برنامه های آفیس، مایکروسافت آفیس هستش که جلوتر توضیح داده. یه مثالی زده، یه اسمی به نام رضا بوده که مثلا برای یادداشت دفتر و برنامه اکسل وارد کرده که محاسبه طولانی و نتیجه رسید که برنامه اکسل میتونست خیلی راحت تر انجام بده. برنامه اکسل شبیه ساز کاربرهای ورک شست، کاغذ حسابداری در بین رایانه هستن که امروز اکسل از که همونجور توضیح دادم نرم افزار اداری مایکروسافت آفیس هستش. بعد جلوتر که میریم مفاهیم پایه اکسل رو اون توضیح داده که سلول، این مربعی که اینجا می‌بینیم به اسم سلول، و سطر هم به صورت کاربرگ به صورت سطر افقی نامیده میشه. ستون هم که هر کاربرگ تعداد ستون تشکیل شده، 36 ستون اکسل حرف لاتین A تا Z نامگذاری می شود. کارپوش هم در محیط اکسل که هر کارپوش از چندین کاربر تشکیل شده است. و کارگاه یک رو میخوایم شروع کنیم که با هم انجامش میدیم. خب اول برنامه اکسل رو باز میکنیم، قسمت نیو به گفته کتاب بلنک ورد بوک رو انتخاب میکنیم و گفته کارپوش ایجاد و فهرست رو باید به صورت اینور، یعنی سمت اینور انتقال بدیم. در قسمت منیج کنترل گفته انجام بدیم. برای اینکه این سطرها رو به این قسمت بیاریم باید در گزینه سرچ به اسم شت ببخشید شت right to left که میبینید این قسمت اومد و که گفته به اسم نام خانوادگی ردیف اینا رو انجام میدیم.
در این قسمت ردیف میخوایم ردیف ها رو انجام بدیم. به اسم مثال ما میخوایم بیایم روی A2. مثال میخوایم بیایم روی A2 قسمت میزنیم، خودش میاد روی A. من نظرم اینه که اینجا انتخاب کنید، خیلی راحت تر به اون سلولی که میخواین میره که تا اینکه بگردین توی سطر رو. خب در قسمت اول گفته ردیف. در قسمت بعدی گفته نام. در قسمت بعدی نام خانوادگی رو گفته. یکی رو گفته. دیگه گفته. قسمت بعد نام پدر. در قسمت بعد شماره شناسنامه رو گفته. در قسمت بعد محل تولد رو گفته. در قسمت بعد ما به خاطر اینکه یه ذره این و فونتش رو کوچیک کنیم تو این قسمت قرار بدیم. در قسمت G1 گفته تاریخ تولد. بعد در قسمت بعد ستون بعدی A2 شماره ردیف 1 نام به گفته کتاب رضا. نام خانوادگی محمدی. نام پدر علی. شماره شناسنامه رو گفته 339. محل تولد گفته تهران. تاریخ تولدم 1380 1 گفته. و در قسمت 4 مکان نما رو به سلول دیگر بخوایم انتقال بدیم. در این قسمت گزینه اول گفته A1. اینجا ما تایپ میکنیم A1 در این قسمت و بعد کنترل ترکیبی کنترل چپ رو بزنیم. در قسمت G1 قرار میگیره، ولی در G1 باشه با گزینه ترکیبی کنترل چپ به قسمت X FD1 میره. کنترل Z یا میتوان کارو انجام داد. در قسمت بعد محدوده رنج رو گفته به ما که شما میتونید مثال گزینه نام رو انتخاب کنید. شما سلکت کردین این گزینه رو با زدن کنترل شیفت کنترل چپ این ردیف های نام به بعد رو براتون انتخاب میکنه.
یا مثال شما ردیف شیفت کنترل چپ، ردیف های جلو رو انتخاب میکنه که برای این است. قسمت بعدی یعنی قسمت 6 قالب بندی سلول های را انجام باید بدیم که برای توضیحش 1380 بله که باید برای نوع قلم رنگ و اندازه نوشته ها در این قسمت و فونت مورد نظر و خطوط بین سلول ها که مثلا این قسمت رو انتخاب میکنیم، خطوط بینش باید این شکلی باشه که به صورت تیره انجام میشه برام. و مثال میگیم فقط لفتش رنگی باشه، یا مثال این قسمت 2 تا مثال انجام میشه برامون. و رنگ مورد نظرم که این قسمت انتخاب میکنم برای مثلا انجام میشه. در قسمت بعد به ما گفته پرونده رو به اسم هنرجویان سیف کنیم. در این قسمت فایل سیو است، ویسی اسم هنر جویان سیوش میکنیم که یه بار از قبل که هنر جویان 2 ما هنر جویان 2 سیوش میکنیم. این هم از این کارگاه 1. کتاب درباره داده های ذره صحبت کرده که بریم توضیحات اونم انجام بدیم. و این بخش درباره انواع داده ها اومده صحبت کرده که به 3 دسته است: داده های متنی، داده های عددی و داده های یادداشت صورت میگیره. و بعد توضیح این یادداشت ها خیلی مهمه که 100% علامت زده بشه. یادداشت ها در جلوتر میتونه خیلی کمک بکنه و این انواع داده ها شاید به حدود 60% سوال کنکور باشه. این سوال انواع داده ها که خیلی مهمه که امروز هم ویدیو به پایان رسید. امیدوارم خوشتون اومده باشه. بدرود.